ورتل القرآن ترتیلا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستای عزیز و نهایت گرامی، خوش آمدین به درس تجوید امروزی ما. امید میکنم همه شما عزیزان دارای صحت کامل باشین و تا آخر درس ما را همراهی بکنین. و درس امروزی ما مربوط این می شود که چی وقت اسم الله جل جلاله، البته لام لفظ الله جل جلاله چی وقت پرخوانده می شود یا با تفخیم ادا می شود و چی وقت باریک یا با ترقیق ادا می شود. خب دوستای عزیز، قبل از این که درس خود را شروع بکنیم، اگر می فهمین که درس برای شما مفید است و استفاده می کنین از آنها، میشه که چینل را سابسکرایب کرده و با دوستانتان به نیت ثواب شریک بسازین تا درس های بعدی را هم از دست ندین. خب شروع میکنیم به درس امروزی خود. در درس امروزی گفتیم در مورد این که چی وقت لفظ لام الله جل جلاله پرخوانده میشد و چی وقت باریک. اول میگیم هرگاه حرف مقابل لام لفظ الله جل جلاله، یعنی مقابل اسم الله جل جلاله، هر حرف که بیایه فرق نمیکنه کدام حرف است، ولی اگر فتحه یعنی زبر داشته باشه یا ضمه یا پیش باشه. فتحه در عربی به زبر گفته میشه و همچنان به ضمه ما شما پیش میگیم بر او، اما در عربی ضمه است. اگر مقابل اسم الله جل جلاله ضمه یا فتحه باشد، اسم الله جل جلاله را البته لامش چی میکنیم؟ پر میخوانیم، با تفخیم ادا میکنیم. مثلا در اینجا بر هر دو مثال داریم. گفتیم اگر مقابلش زبر باشه یا پیش باشه. میبینین اینجا در این مثال ها میگیم ناقة الله، ناقة الله. این گونه ما چی میکنیم؟ نام الله جل جلاله را پر میخوانیم. و همچنان ید الله، ید الله. البته باید دانست که لام گفتیم که همیشه چی است؟ باریک خوانده میشه، اما فقط در نام الله جل جلاله که او هم در دو صورت، اگر ما قبلش زبر یا پیش باشه پر خوانده می شود. خب پس در کدام حالت ما نام الله جل جلاله را باریک می خوانیم؟ میگیم اگر مقابل لام لفظ الله جل جلاله هر حرف که بیایه فرق نمی کنه، اما چی داشته باشه؟ کسره یعنی زیر داشته باشه. در این صورت اسم الله جل جلاله را ما و شما چی میکنیم؟ باریک میخوانیم یا به نرمی ببخشین با ترقیق میخوانیم. مثلا میگیم بسم الله، بسم الله. این گونه ما چی میکنیم؟ اسم الله جل جلاله را تلفظ میکنیم، در صورتی که اگر ما قبل اسم الله جل جلاله هر حرف که هست او زیر داشته باشه یا کسره باشه. خب دوستای عزیز، چند نکته را باید در نظر داشته باشیم در هنگامی که لفظ الله جل جلاله را چی میکنیم؟ تلفظ میکنیم. یکی این که هنگامی که لفظ الله جل جلاله را ما شما یعنی پر میخوانیم، باید توجه بکنیم که در اسم الله جل جلاله دو لام موجود است، پس باید هر دو لام را ما شما به تفخیم بخوانیم. میگیم ناقة الله، ناقة الله. این گونه پر میخوانیم. و نکته دومین که در هنگامی که اسم الله جل جلاله را تلفظ میکنیم آنقدر هم پر نمیخوانیم، با تفخیم نمیخوانیم که چی شوه یک صدای واو از پیدا شوه، بلکه عادی و نرمال میخوانیم. بسیار زیاد ما چی نمیکنیم؟ پر نمیخوانیم، نشه که یک واو اضافه شود. و نکته سومین که هنگامی که اسم الله جل جلاله را تلفظ میکنیم، اگر ما قبل اسم الله جل جلاله حرف لام میآید، پس این از جمله لامی است که باید باریک خوانده شود. پس باید دقت کنیم که هنگامی که تلفظ میکنیم لام اولی باریک خوانده شود، باز بعدا لام لفظ الله جل جلاله را چی کنیم؟ پر بخوانیم. مثلا در این مثال میبینیم احل، احل الله، احل الله. این گونه لام اولی باریک خوانده میشه و بعدا لام لفظ الله جل جلاله را ما چی میکنیم؟ پر میخوانیم. خب دوستای عزیز، ای بود تفخیم و ترقیق لام لفظ الله جل جلاله.
گفتیم در کدام حالات پر خوانده می شود و کدام حالت باریک خوانده می شود. حالا در مورد این می خوانیم که چی وقت ما حرف را را پر می خوانیم و چی وقت حرف را را باریک می خوانیم. قبل از این که به بحث اصلی بپردازیم باید بدانیم دوستای عزیز که ضمه و فتحه یا زبر و پیش عامل اصلی چی می باشد؟ تفخیم می باشد. البته در حرف را منظور ما است و کسره کس یا زیر کس همیشه عامل چی می باشد؟ ترقیق یا باریک یا نازک خواندن حرف را می باشد. پس این باید در ذهن داشته باشیم. خب حالا شماره‌وار میگیم که در کدام حالات حرف را پر خوانده می شود، در کدام حالات را باریک خوانده می شود. این انشالله در درس بعدی می خوانیم. در این درس فقط می خوانیم که چی وقت حرف را ما پر بخوانیم و در درس بعدی می خوانیم که چی وقت حرف را باریک بخوانیم. خب اگر حرف را زبر داشته باشه یا مفتوح باشه، مفتوح به راهی میگه که زبردار باشه، به راه زبردار چی میگه؟ مفتوح گفته می شود. خب میگیم اگر حرف را زبر داشته باشه پس در این صورت حرف را پر میخوانیم. مثلا میگیم ربی، ربی. شما هم تلفظ بکنین این گونه حرف را پر میخوانیم. نمیگیم ربی، ربی. این گونه پر بخوانیم باید. و در قدم دوم میگیم هرگاه حرف را مضموم باشد یا هرگاه حرف رای پیشدار داشته باشیم، یعنی پیش در بالای خود داشته باشه، پس در این صورت گفتیم حرف را هم پر میخوانیم. میگیم مثلا ربما، ربما. شما هم تلفظ بکنین دوستای عزیز پیش خود. و حالت دیگه میگیم که اگر حرف را ساکن باشه یعنی سکون اصلی باشه، حرف را علامت سکون را بر بالای خود داشته باشه ولی حرف ما قبلش چی باشه؟ زبر داشته باشه و حرف را در وسط قرار بگیره، در این صورت هم حرف را پر میخوانیم. گفتیم اگر حرف رای ما ساکن می باشه، ساکن اصلی یعنی علامه کسره علامه سکون را بر خود می داشته باشه ولی ما قبل از این حرف آمده که زبر داره و حرف را هم در وسط واقع شده، در این صورت هم حرف را پر میخوانیم. مثلا میگیم نرزقهم، نرزقهم. حرف را این گونه پر خوانده میشه. و همین قسم حالت دیگر هرگاه حرف رای ما ساکن باشه، ما قبلش ضمه داشته باشه یا پیش داشته باشه و حرف را همین قسم در وسط واقع شود، پس حرف را پر میخوانیم. مثلا میگیم ترحمون، ترحمون. این قسم چی میکنیم؟ حرف را پر میخوانیم. و دیگه میگیم اگر حرف رای ما ساکن باشه، ما قبل حرف را همچنان ساکن باشه ولی ما قبلش حرف سوم به حساب چی باشه؟ زبر داشته باشه، پس در این صورت هم چی میکنیم؟ حرف را پر میخوانیم. مثلا میگیم والفجر، والفجر. این گونه حرف را پر میخوانیم. و حالت دیگر چی است؟ میگیم هرگاه حرف را ساکن باشه، ما قبل همچنان ساکن باشه ولی حرف سوم پیش داشته باشه. در این حالت گفتیم قبلا که زبر داشته باشه، اما در این حالت میگیم اگر پیش هم داشته باشه باز هم پر خوانده میشه. و یک نکته دیگه دوستای عزیز که این حالت و حالت پیش از این را که گفتیم اگر حرف را ساکن باشه یعنی ساکن در حالت وقف کردن شوه، ساکن اصلی نباشه ولی هنگامی که ما وقف میکنیم او ساکن شوه. مثلا گفتیم والفجر، اصلا را ساکن نیست اما چی میکنیم؟ به سبب وقف کردن ساکن میسازیم و همین قسم خسرین است ولی ما ساکن میسازیم، میگیم خسر، خسر. این گونه حرف را پرخوانده میشه. و حالت دیگه چی است؟ هرگاه حرف رای ما ساکن باشه، ما قبل آن الف مده آمده باشه، یعنی اول الف مده ذکر شوه و بعدا حرف را بیاید، در این صورت هم حرف را پر میخوانیم. مثلا میگیم النار، النار.
البته حرف را در صورت که وقف میکنیم بالای حرف ساکن شود. در این صورت هم حرف را پرخوانده میشه. و همین قسم هرگاه حرف را ساکن شود و ما قبل آن حرف واو مده ذکر شود، در این صورت هم حرف را پر میخوانیم. مثلا میگیم غفور، غفور. این گونه حرف را پر میخوانیم. و آخرین حالتی که حرف را پر خوانده میشه زمانی است که حرف را ساکن باشه، ما قبل حرف را زیر داشته باشه، ولی بعد از حرف رای ساکن ما یکی از حروف مستعلیه، یعنی این حروف که اینجا نوشته میکنیم، اگر یکی از این حروف بیاید پس چی میشه؟ حرف را با وجود که خودش ساکن ما قبل زیر داره، اما به سبب آمدن یکی از حروف مستعلیه بعد از حرف را چی میکنیم؟ حرف را پر میخوانیم. البته در صورت که حرف رای ساکن ما قبل زیر در یک کلمه همراه حروف مستعلیه واقع شده باشه، در این صورت حرف را پرخوانده میشه. اگر در دو کلمه جداگانه باشه پس در این صورت پرخوانده نمیشود. مثلا در این کلمه میبینیم میخوانیم قرطاس، قرطاس. این گونه دوستای عزیز این حالات را که بیان کردیم حرف را پر میخوانیم. خب دوستای عزیز، این بود درس امروزی ما. با امید این که درس ها برای شما مفید و قابل استفاده باشد. اگر میفهمین که درس ها برای شما مفید واقع می شود، میشه که چینل را سابسکرایب کرده و با دوستانتان هم به نیت ثواب شریک بسازین. منتظر نظریات و پیشنهادات شما عزیزان می باشم. تا درس بعدی، الله یار و مددگارتان.